تار بسته‌ای که بکتاش یه جعبه‌ای داشته که نامه‌های رابعه رو تو اون میذاشته، درشو قفل میکرده. یه رفیق صمیمی داره بکتاش که شک میکنه تو این جعبه چیه، فکر میکنه زر و گوهری باشه. از سر حالا تجسس یا میخواسته مثلا خیانتی بکنه به بکتاش، به یه شکلی قفل اون جعبه رو میشکنه و به تصوری که الان ثروتی کسب میکنه و فرار میکنه، میبینه چند تا نامه است. تصویر رابعه، کلام رابعه، اسم رابعه. این نامه ها رو ور میداره میبره میذاره کف دست حارس به عنوان سند. حارس مطمئن میشه که این ماجرا حقیقت داره. در اول آن غلام خاص را شاه به بند اندر فکند و کرد در چاه. بکتاشو گرفت تو چاه، حالا اون زندانهای مخوفی که داشتن زندانی کرد. در آخر گفت تا یک خانه حمام بتابند از پی آن سیمندام. حمامی رو آماده کردن برای رابعه. شهانگه گفت تا از هر دو دستش بزد فساد رگ، اما نبستش. رگ میزدن بعد میبستن، حالا درمان میکردن. رگ رابعه رو میزنن ولی نمیبندن که خون ازش بره. میان خون و عشق و آتش و اشک برآمد جان شیرینش به صد رشک. رابعه به دست برادرش در واقع کشته میشه به جرم عاشقی. حالا گفتید 1000 سال، هرچه رابعه خاص بوده 1000 سال پیش، اما جهان خاص نبوده. جهان همون جهان 1000 سال پیش. بکتاش به یه شکلی شانس میاره، از چاه فرار میکنه. نهان رفت و سر حارس، شبانگاه ببرید و روانه شد همانگاه. بکتاش میره حارس رو میکشه، برادر رو. به خاک دختر آمد جامه برزد، یکی دشنه گرفت و بر جگر زد. از این دنیای فانی رخت برداشت، دل از زندان و بند سخت برداشت. نبودش صبر بی یار یگانه، بدو پیوست و کوته شد فسانه. یعنی طبق سنت مشهور که میبینیم در داستان خسرو شیرین هم، شیرین بر جنازه خسرو با خنجر خودشو میکشه که اصلا اسمش خودکشی نیست دیگه. تمام میشه زندگانی بدون معشوق. اینجا با آنکه بکتاش حارس رو از پا در میاره ولی نمیتونه بدون رابعه زندگی کنه.